قمر خانم سید حسن خان، مشهور به قمرالملوک وزیری، خواننده آوازهای سنتی ایرانی و زنی نیکوکار بود که در دوره خود بسیار شهرت یافت. او نخستین زنی بود که در ایران بدون حجاب روی صحنه رفت. مهمترین عامل موفقیت شتابنده او نیاز زمانه به نو شدن و دگرگونی بود. به کانال زنان موفق خوش آمدید. لطفاً ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو راجع به ویدیو برای من کامنت بذارید. متشکرم. قمر خانم سید حسن خان در سال 1284 شمسی در تاکستان قزوین در خانواده‌ای مذهبی از طبقه متوسط زاده شد. در 18 ماهگی مادرش طوبا رو بر اثر بیماری حصبه از دست داد و چون پدرش سید حسن 4 ماه پیش از تولد او درگذشته بود، تحت سرپرستی مادر بزرگش قرار گرفت. ملا خیرالنساء مادر بزرگ قمر، ملقب به افتخار الذاکرین، در حرم ناصرالدین شاه به روزه‌خوانی می‌پرداخت. قمر کودکی شیطان و ناآرام بود و در مکتبخانه قرار نمی‌گرفت. از این جهت او را به مدرسه ناموس در محله سنگلج تهران فرستادند. او از همون کودکی در مجالس روزه‌خوانی با صدای زنگدارش مادر بزرگ را همراهی می‌کرد تا جایی که همین پامنبری‌ها به او جرأت خواندن در حضور جمع بخشید و باعث آمادگی صدای او شد. قمر در خاطراتش گفته: من بیشتر وقتها با مادر بزرگ به مجالس می‌رفتم و به صداش گوش می‌کردم. با صدای او بزرگ شدم. این صداها رفته رفته در گلوی من منعکس می‌شد. بعضی از روزها که تنها و بی آشنا در خانه می‌ماندم، همین آوازها را پیش خود زمزمه می‌کردم. سپردن دخترکان به مربی مرد، اون هم برای آواز، مرسوم زمانه نبود. اما بر اثر پافشاری قمر، مادر بزرگ اونو به استاد موسیقی سپرد. مدتی بعد پیرمردی به عنوان معلم آواز به خانه آنها راه یافت. اما پس از چند ماه این استاد که در تاریخ اسمی از اون برده نشده، چشم از جهان فرو بست. بعد از مدتی مادر بزرگ هم که مشوق و پشتیبان قمر بود، به جهان دیگر پیوست. قمر در سال 1298 و در سن 14 سالگی ازدواج کرد. این ازدواج فقط 1 ماه دوام آورد. حدود سال 1300 و در 16 سالگی قمر، مهمترین حادثه زندگی او یعنی آشنایی با استاد تار مرتضی نیداود اتفاق افتاد. پس از اینکه قمر در یک مجلس مهمانی با حضور نیداود آواز خواند، او شگفت زده از صدای این دختر نوجوان با صدای قمر تار زد. نیداود به گرم و قوی بودن صدای قمر پی برد. قمر به واسطه آشنایی با مرتضی نیداود با ردیف موسیقی ملی آشنا شد و راهش رو برای کسب تجربیات از استادان دیگر هموار ساخت. پیشرفت قمر در مدتی کوتاه به آنجا رسید که کمپانی هیز مسترز وایس به خاطر ضبط صدای او دستگاه صفحه پرکنی به تهران آورد. بعد از اون کمپانی پلیفون هم وارد عمل شد. به گفته ساسان سپنتا و امیر مجاهد، 200 صفحه از قمر ضبط شده است. قمر نخستین کنسرت خود را در سال 1303 یعنی در سن 19 سالگی در سالن گرند هتل همراه با ساز استاد مرتضی نیداود برگزار کرد. او در این کنسرت بی حجاب و با تاج گلی بر سر روی صحنه حاضر شد و با اعتماد به نفس تمام شروع به خواندن کرد و مورد تشویق و استقبال مردم قرار گرفت. قمر در همان شب با این حرکت از سوی متدینین به مرگ تهدید شد. روز بعد نظمیه از او تعهد گرفت که دیگر بی حجاب کنسرت ندهد. اما برخلاف تعهدی که داده بود، باز هم بی حجاب به اجرای کنسرت پرداخت. این اتفاق باعث ریختن ترس زنان از خوانندگی و ورود بانوان دیگری چون ملوک زرابی و روحانگیز به عرصه خوانندگی شد. قمر اواید کنسرت‌ها را به امور خیریه اختصاص می‌داد. او در سفر خراسان در مشهد کنسرت داد و اواید آن را صرف آرامگاه فردوسی کرد. در سال 1308 به نفع شیر و خورشید سرخ کنسرت داد و اواید آن به بچه‌های یتیم اختصاص داده شد. قمر در 30 سالگی با امین تجار ازدواج نمود،
اما ازدواج دوم هم به دلیل مخالفت‌های شوهرش با ادامه زندگی حرفه‌ای و خوانندگی قمر به متارکه انجامید. حاصل این ازدواج یک فرزند پسر بود. او پس از متارکه مجدداً به برگزاری کنسرت اقدام کرد. در آن روزها درآمد کنسرت‌های قمر سر به فلک می‌کشید، اما او صله هنر خود را می‌گرفت و با سخاوتی افسانه‌ای به فقرا می‌بخشید. قمر این مردم را دوست داشت. هدایای بسیار آنها را می‌پذیرفت و برای مردم طبقه پایین‌تر هزینه می‌کرد. به طور کلی سرمایه‌های متراکم در دست‌های مهربان او به گردش در می‌آمد. قمر به سنت‌های اصیل آواز ایران پایبند بود. او حدود صدای زن و به طور کلی حدود صدای خود را به خوبی می‌خواند. قمرالملوک آنچه را که آهنگسازان می‌آفریدند به بهترین وجه ممکن اجرا می‌کرد. صدای گرم و قوی داشت و از میان سازها به تار علاقه داشت که تا حدودی به نواختن آن آشنا بود. استاد بنان قمرالملوک را ملکه آواز ایران می‌خواند. صدای قمر صاف و دارای جذابیت و درخشندگی بود. وسعت صدای او در اجرای تحریرها در بم و اوج نشانه توان او در خوانندگی بود. نوت‌های گام را به خوبی ادا می‌کرد و بر اثر نوعی بازتاب مطبوع صوت در حفره‌های صوتی حنجره، آواز او زنگ و درخشندگی خاصی داشت. اکثر خوانندگان کمبود دامنه صدای خود را با نزدیک خواندن در میکروفون جبران می‌کردند، در حالی که صدای پردامنه قمر در هوای آزاد و در سکوت شب تا فواصل زیاد شنیده میشد. در آغاز دوران نوگرایی رضاخان، کلونل علی نقی وزیری پس از مراجعت از اروپا اولین مدرسه عالی موسیقی و کلوپ موزیکال را در اسفند 1302 تأسیس کرد. با تأسیس و فعالیت این کانونها، هنر آوازخوانی قمر اوج تازه‌ای گرفت. قمرالملوک در سال 1306 که انتخاب نام خانوادگی برای صدور شناسنامه ضروری شد، نام فامیل وزیریزاده را با اجازه استادش کلونل علی نقی وزیری برای خود انتخاب کرد. حضور قمر به عنوان آوازخوان زن در سالن‌های عمومی و کنسرت‌ها باعث شد که کلونل وزیری به عنوان سناتور خواهان شرکت زنان در کنسرت‌ها شود و بالاخره با پیگیری و مذاکرات وزیری با مقامات وقت مقرر می شود هفته یک شب خانم‌ها نیز بتونن در کنسرت‌ها شرکت کنند و از تماشای برنامه‌های هنری بهره ببرند. این بود که پس از مدتی کوتاه زنان در مجالس و کنسرت‌ها حتی در سالن سینما حضور یافتند و راه ورود هرچه بیشتر آنان به جامعه گشوده شد. گشایش رادیو در سال 1319 در ایران بزرگترین تکیهگاه قمر و هنرمندان همزمان او بود. مردم توانستند در سطحی گسترده‌تر با او ارتباط برقرار کنند. قمرالملوک وزیری و روحانگیز اولین خواننده‌هایی بودند که از ابتدای تأسیس رادیو با آن همکاری کردند. قمرالملوک وزیری سنتی را بنا نهاد که تا به امروز باقی مانده است. او از نخستین هنرمندانی است که برای بزرگداشت یک هنرمند از کار افتاده و به نفع او کنسرت داد و عواید حاصل را به او تقدیم کرد. قمر در مقطعی از تاریخ وارد جریان هنر و موسیقی شد که زن در موسیقی نقش مهمی نداشت. تنها تعداد انگشت شمار نوازندگان زن در اندرونی‌ها می‌نواختند. قمرالملوک وزیری نخستین زنی بود که پس از موسیقی مطربی قاجاری به طور جدی روی هنر آواز کار کرد. قمر بیشتر اشعارش را از شاعرانی چون ایرج میرزا، عارف و عشقی برگرفته بود که محتوای مردمی و آزادی خواهی داشت و به مذاق دربار خوش نمی آمد. از آنجایی که قمر از کودکی در همراهی با مادر بزرگ هم با محافل فرادستان و هم با مردم فرودست سر و کار داشت، امکان مقایسه و درک حسی این تفاوت عظیم برایش میسر بود و همین امر باعث شد آوازها و اشعاری که انتخاب می کرد دارای غنا و درون مایه‌ای مردمی باشد. تصنیف مرغ سحر از ساخته‌های نیداوود و شعر ملک الشعرای بهار برای نخستین بار توسط قمرالملوک وزیری خوانده شد. این تصنیف دو قسمتی است
که قسمت دوم آن را تا به حال کسی نخوانده. اما قمرالملوک وزیری این ترانه را به صورت کامل در دربار و جلوی رضاشاه و درباریان با شجاعت تمام اجرا کرد. قمر بعد از سکته اول خانه‌نشین و بستری شد و در تنگنای مالی قرار گرفت. پس از سکته دوم قمر را که به کلی صداشو از دست داده بود به رادیو دعوت کردند تا از وی تجلیل به عمل آورند. اما در تمام طول برنامه قمر فقط اشک می‌ریخت و نمیتونست جز چند کلمه چیزی بر زبان آورد. این نوار هم مانند سایر نوارهایی که از او در رادیو ضبط شده بود با ورود دستگاه ضبط صوت همه پاک شد و از بین رفت. قمر تا 6 سال با زندگی دست و پنجه نرم کرد و سرانجام در 14 مرداد 1338 در سن 54 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت و در آرامستان ظهیرالدوله واقع در شمال تهران به خاک سپرده شد. از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید متشکرم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو راجع به ویدیو برای من کامنت کنید.